سلام به همه. من آریان ناصری نژاد هستم از شهرستان رفسنجان، استان کرمان، کشور ایران. دانشجوی رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف هستم و همچنین افتخار عضویت در فدراسیون بین‌المللی مخترعین رو دارم. از دوران نوجوانی همیشه باور داشتم که باید از فناوری برای حل چالش‌های زندگی استفاده کرد. در حال حاضر ایده من در مرحله اظهارنامه و داوری فنی در اداره مالکیت فکری ایران است. عنوان این ایده عبارتند از کوره پخت‌وپز خورشیدی قابل حمل با فناوری ردیابی جهت و تبدیل انرژی. این ایده زمانی به ذهنم رسید که متوجه شدم بسیاری از مردم در مناطق دورافتاده یا در شرایط اضطراری برای پخت غذا با مشکل مواجه هستند. بعضی‌ها در روستاها زندگی می‌کنند که دسترسی به برق و گاز ندارند و بعضی‌ها در شرایط بحرانی یا فقر سوختی در اختیار ندارند. با خودم گفتم اگر بتوان فقط با نور خورشید، بدون سیم، بدون گاز، بدون آلودگی غذا رو پخت، چه عالی می شود. همین سوال باعث انگیزه من شد که این ایده رو جلو ببرم. چیزی که این طرح رو متمایز می کند ترکیب 3 سامانه در یک دستگاه قابل حمل است. مکانیزم ردیابی خورشیدی که با استفاده از سنسور و میکروکنترلر به صورت خودکار مسیر نور رو دنبال می کند. سیستم مدیریت دما با استفاده از فن و سنسور حرارتی برای کنترل دما. سامانه تولید برق ترموالکتریک که گرما را به انرژی الکتریکی تبدیل می کند. این 3 بخش در کنار هم یک راه حل پاک، مستقل و 2 منظوره برای پخت و تولید برق فراهم می کند. مثل این است که یک آشپزخانه خورشیدی و یک نیروگاه کوچک را در کوله پشتی خود در همه جا داشته باشید. مزایای کلیدی آن عبارتند از بدون نیاز به سوخت و بدون هیچ گونه آلایندگی، سبک و قابل حمل، مناسب برای زندگی در طبیعت، شرایط اضطراری و جوامع روستایی، سازگار با محیط زیست، فقط با انرژی تجدیدپذیر خورشید کار می‌کنند، قابلیت تولید برق برای وسایل کوچک مانند چراغ و گوشی همراه را دارد. من واقعا باور دارم که فناوری‌های پاک باید برای همه مردم در دنیا در دسترس باشد و همین باور بود که باعث شد من این ایده رو توسعه دهم. از اینکه به من گوش دادید و تماشا کردید و این فرصت رو در اختیار من قرار دادید بسیار سپاسگزارم. امیدوارم این ایده بتواند بخشی از آینده‌ای پاکتر و روشن‌تر برای همه مردم جهان باشد. با تشکر فراوان.